الرحمن الرحیم. امروز رسیدیم به داستان صحابیه‌ای از صحابیات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم. داستان اسما دختر ابوبکر رضی الله عنهما. تاریخ نگاران در مورد ایشون نقل کردند که اسما حدود 100 سال عمر کرد در حالی که هیچ یکی از دندانهاش خراب نشده بود و نیفتاده بود و از عقل ایشون هم هیچی کم نشده بود. دچار فراموشی یا دچار حالاتی که پیرمردها یا پیرزنان در سنین خیلی بالا میشن نشده بود. یعنی در عین اینکه عمرش بالا بود اما یک شادابی و نشاطی رو داشت و یک هوش و ذکاوتی رو داشت که در نوع خودش کم نظیر بود. برای این صحابیه ما اسما دختر ابوبکر رضی الله عنهما میشه گفت شأن و منزلت‌های زیادی رو در کنار خودش داره، همراه خودش داره که هر کدوم از اینها قابل تأمله. پدر ایشون صحابی پیامبر هست، ابوبکر صدیق. پدر بزرگ ایشون باز هم صحابی پیامبر هست. خواهر ایشون هم صحابی پیامبر هست. همسر ایشون هم صحابی پیامبر هست. پسر ایشون هم صحابی پیامبر هست. ببینید همه این موارد داشته باشید چقدر این مسئله مهمه برای یک فردی که همه در یعنی یک مجموعه ای از شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم. همینقدر کافی، یعنی لازم نیست دیگه بیش از این بشه توضیح داد. اما داستان ایشون داستانی سراسر شگفتیه. بله، پدر ایشون همونجوری که اشاره کردیم دوست رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستش، ابوبکر صدیق هست، چه در زندگی چه بعد از مرگ رسول خدا جانشین رسول خدا و خلیفه رسول خدا هستش. پدر بزرگ ایشون عتیق هست که پدر ابوبکر صدیق هست. خواهر ایشون ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها هستش. همسر ایشون حواری رسول خدا صلی الله علیه و سلم زبیر ابن عوام هست. زبیر که حواری رسول خدا هست همسر اسما هست. پسر ایشون که عبدالله ابن زبیر هم پسر ایشون هست که خداوند از همه این یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم راضی باشه. بله، اسما دختر ابوبکر رضی الله عنهما جزء اولین سابقین اولین در اسلام هستن، جزء اون تلیه داران اولیه هستن که اسلام رو پذیرفتن و تقریبا میشه گفت 7 نفر شاید قبل از اسما رضی الله عنها میشه گفت اسلام رو پذیرفته بودن از مرد و زن و ایشون 8مین نفر شاید باشه بر اساس اون چه که بسیاری موارد تاریخی نقل میکنه. به اسما لقب ذات النطاقین داده شده. ذات النطاقین داستانش هم از اونه که زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم با ابوبکر صدیق رضی الله عنه تصمیم به هجرت گرفتن و برنامه‌ریزی هجرت کردن، برای اینکه توشه های اینها رو بالاخره مواد غذایی، آب یا هر چی بود لازم داشتن که ببندن توی یک وسیله‌ای، چیزی پیدا نکردن. این بود که اسما همون شالی رو که داشت که حالا گاه اون شال رو سر مینداختن گاه به کمر میبستن، اون شال عربی که معروف هست، چیز پیدا نکردن. این شال رو به 2 قسمت کرد که با این شال ها یه قسمتش اومد این وسایل ها رو بست و قسمت دیگر رو باز اومد آب رو اینا واسه پیامبر توش قرار دادند و اینها دیگه بالاخره از اون روز حتی به اسما گفتن ذات النطاقین، کسی که اون شال خودش رو 2 قسمت کرده و این لقب هم شهرت پیدا کرد و خود ایشون هم از این لقب خوششون می اومد و صحابه هم به همین صورت. اسما با زبیر ابن عوام که این هم صحابی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست گفتیم ازدواج کرد. در زمانی که زبیر هم جوان بود، هم شجاع بود، هم جنگاور بود، ولی در عین حال خدمتکاری نداشتن که کارهای خدمتی اونها رو انجام بده، کارهای وظیفه مثلا بهشون تو خونه خدمات اینا کمک بکنه. این بود که اسما امور مثل اسب همسرش رو مثلا وسایل آلات جنگی یا کارها رو اینا همه رو انجام میداد، کارهای خونه‌اش هم انجام میداد و در شرایطی بود که میشه گفت در واقع همه کاره خونه بود. مخصوصا تیمار اسب رو انجام میدادن، کمک مثلا بر مواد غذایی برای اسب یا آب خوراکی یا نظافت اسب و موارد دیگری که وجود داشت و کارهای دیگه. میشه گفت در واقع یک همسر شایسته و صالحی و نیکی بود برای زبیر.
گفتم که ایشون هم کارهای مثلا الان بگی کارهای ماشینی کسی را کارهای اسب انجام میداد، هوای همسرش رو داشت، کارهای خونه رو انجام میداد. اون موقع بعد خب گندم رو یا جو رو میکوبیدن، آرد میکردن، نون درست میکردن، همه این کارها رو انجام میداد. چرا که زبیر در اون زمانی که اینها ازدواج کرده بودن دارای ثروتی نبود و بعدها از افراد ثروتمند در بین صحابه پیامبر شد. اما خب زمانی که این فرصت فراهم شد که اسما به مدینه هجرت کنه، ایشون هم به خاطر خدا و رسول خدا به مدینه هجرت کردند و در این مسیر هجرت خب ایشون زبیر رو از زبیر باردار بودن و میشه گفت با وضعیتی که به صورت یک زن باردار هست این سفر سخت رو پشت سر گذاشتن، اما در عین حال از هجرت دست بر نداشتن. گفتن بعد هر طور شده اگر علیرغمی که شرایط من خیلی سخت و ماهای آخر بارداری است باید من هجرت بکنم. که میگن وقتی که ایشون به قبا رسید خداوند زبیر رو عبدالله بن زبیر رو یعنی عبدالله رو به عنوان فرزند نصیب ایشون کرد و این میشه گفت اولین فرزندی است که در هجرت به دنیا میاد. از مهاجران یا بود که مسلمانان تکبیر گفتن، خوشحال شدن و این یک سبب خوشحالی بود. این آوردن پیش رسول خدا صلی الله علیه و سلم، در آغوش پیامبر قرار دادن عبدالله رو و عبدالله پیامبر اون موقع رسم بر عرب در این بود که خرمایی رو با آب دهن نرم میکردن به تبرک به کام دهان اون کودک خرما رو میکشیدن یا مثلا کاری میکردن که این کودک این خرمای خیس شده رو مزه بکنه و این کاری بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم انجام داد برای عبدالله پسر اسما و براش هم دعا کرد و میشه گفت اولین چیزی که در دهان عبدالله بن زبیر قرار گرفت در واقع آب دهان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود. اون چه که مهم هست گفتیم که اسما رضی الله عنها تنها به عنوان یک زن صالح و نیک و خدمتکار برای همسر یا مادر نبود، بلکه دارای یک سری شمایل و اخلاقهای ویژه‌ای بود، یک ذکاوت خاصی بود که در نوع خودش ممتاز بود. یعنی به گونه بود که حتی کمتر مردی شاهد بودی میتونستیم ببینید که دارای این شهامت و این شجاعت و این رجاحت عقل باشه. از طرف دیگه اسما ضرب المثل بود که خیلی بخشنده هست. یعنی به عنوان همه میگفتن که بخشش اسما خیلی زیاد، وقتی میخواستن صحبت کنن که چه کسی بخشنده است میگفتن اسما دختر ابوبکر. عبدالله پسرش نقل میکنه میگه که 2 نفر رو من دیدم که خیلی بخشنده بودن، یکی خالم ام المؤمنین عایشه و دیگه مادرم اسما، اما بخشش اینها با هم دیگه فرق میکرد. میگه خالم ام المؤمنین عایشه اون چیزهایی که بالاخره گیرشون میومد، مواد غذایی، پولی جمع میکردن بعد میرفتن بخشش میکردن بین نیازمندان، کسانی که مستحق بخشش بودن. اما میگه مادر من نه، هر چی گیرش میکرد بلافاصله بخشش میکرد و نگر نمیداشت. نکته خیلی جالبی در زندگی اسما وجود داره، اینی که در شرایط سخت هم خوب میتونسته تصمیم گیری کنه، خوب میتونسته فکر بکنه و چه بکنه که بتونه واقعا در اون شرایط سخت هم خودش رو نجات بده و هم کمکی کرده باشه. گفتیم در داستانی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم هجرت کردن، خب هر چی که داشتن بردن. یعنی ابوبکر صدیق 6000 درهم داشت، این 6000 درهم رو برد با خودش، هیچی نذاشت چون که دیگه شرایط هجرت با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بود. این دیگه مطمئن بود که خانواده‌اش اینا بالاخره هستن. وقتی که پدر ابوبکر اون موقع ابو قحافه ماجرا رو شنید و هنوز هم مسلمان نشده بود، اون موقع مشرک بود، اومد به خونه ببینه بچه‌ها چه کار میکنن. دید اسما اونجاست. بعد گفت من که فکر میکنم که این پدر تو هیچی نذاشته باشه، همه رو برده باشه و شما رو تنها گذاشته باشه، فقط دست خالی و مثلا بدون هیچ چیزی. اسما گفت نه بابا بزرگ، اینجوری نیست، برای ما خیلی گذاشته، چیزهای زیادی گذاشته. و چرا که ابو قحافه میگفتن که بینایی خوبی هم نداشت، این بود که این اومد اسما یک مقداری ریگ و اینها رو گذاشته بود توی یک درتاقی، اصطلاح ما مثلا میگیم تاقچه یا صندوقی چیزی گذاشته بود، اینها رو روش پارچه گذاشته بود و به پدر بزرگش گفت پدر بزرگ بیا نگاه کنید، دستتون رو بذارید. چون پدر بزرگ بینایی نداشت گفت ببینید چقدر برای ما گذاشته. پدر بزرگ اومد نگاه کرد، دستش گذاشت، اوه راست میگه این که خیلی زیاد است. گفت خیلی خوبه، پس برای شما همه اینها رو گذاشته، جای دیگه نگرانی نیست. و این پیرمرد خب آرام شد و گذاشت و رفت، مقول معروف با خیال راحت. اما واقعیت این بود که
اسما میخواست که پدر بزرگش ناراحت نشه و از طرفی خودشون در شرایطی قرار نده که فردا طعنه‌ای چیزی نسبت به پدرش و اینها باشه. نکته خیلی جالبی که وجود داشت اون بود که اگر مثلا ابو قحافه میفهمید که مثلا ابوبکر هیچی نذاشته اینجا برای بچه‌هاش، خب نابینا هم بود، مشرک بود، میرفت به مشرکین دیگه میگفت، بر اساس همون زبان قومی طعن و لعن و اینجور چیزا راه میافتاد علیه مثلا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و حتی یا علیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اسما با این ظرافت کاری که به خرج داد تونست چیکار بکنه؟ جلوی این جریان رو بگیره. تاریخ از در مورد اسما دختر حضرت ابوبکر رضی الله عنه ما مطالب زیادی رو نقل کرده که در شرایط سخت تونسته به خوبی از اون شرایط خودشو بیرون بیاره و برخوردهای خیلی ویژه‌ای داشته باشه. مخصوصا موردی هست در مورد شهادت عبدالله پسر اسما که من این رو میذارم برای قسمت بعدی که ببینید که با شهادت فرزندش چه برخوردی خواهد کرد. داستانی از قابل تأمله، شاید شنیده باشید اما باز هم ارزش داره. داستان یاران رسول خدا صلی الله علیه و سلم اگه بار ما بشنویم باز هم کمه. خب تا روز دیگه و جلسه دیگه در پناه خدای متعال باشید. خداوند یار و نگهدارتون.